دوستان من همیشه آش به این طریقه پخته میکنم آن را با ترکاری مرغ. اگر شما هم خوش داشتین طرز تهیهش برتان میمانم. اول 3 دانه چایوت که نمیفهم به دری چی میگن ایره دستکش پوشیده بست کنین و بعد از او همونطور خلال کنین یا از این ماشینی که خلال میکنه بکشین به می شکل که میبینین. هر 3 زیره در داخلش خسته است، خستهش پس کنین و بعد از او 2 دانه زردک هم به مو شیوه نازک نازک خلال کنین یا اگر خلال نمی کردین گرد گرد هم قطع کرده میتونین و بعد از او 1 پاکت سمارق اما قسم توته کنین و 2 پوند هم گوشت مرغ هم دراز رخ میده کنین و 2 قاشق چای پودر پیاز، 1 قاشق پاپریکا، 1 قاشق سیر خشک، نیم قاشق چای مرچ سیاه و 2 قاشق نان هم سویا ساس مخلوط کنین. 2 قاشق هم روغن یا الیو آیل یا روغن که باشه مخلوط کنین. مواد خوب با هم مکس کنین و بر نیم ساعت بانین که استراحت کنه یا اخته شوه. و 1 پاکت هم اسپاگتی و یا مکرونی هر کدام شکل میخواستین ایره در 1 دیگ پرتین با آب جوش، 1 قاشق نمک و 2 قاشق هم روغن بالای حرارت بانین تا وقتی که آش نرم شوه و کاملا پخته شوه. بسیار آش نرم نسازین و بعد از اینکه پخته شد در چلو صاف پرتین صاف کنین. در 1 پن کلانتر 1 کپ روغن پرتین هر قدر که میخواستین. مرغ بالایش خوب چرخ داده برین تا وقتی که آبش خوش شوه و مرغ کاملا پخته شوه و بعدا 1 قاشق سیر هم بالایش علاوه کنین اگر طعم سیر خوش داشتین و اگر نمیخواستین حتمی نیست و بعدا سمارق و زردک اضافه کنین و ایره بر 2 دقیقه پخته کنین یا شور داده برین تا وقتی کمزر نرم شوه. بعد از او چایوت اضافه کنین، چایوت هم بر 2 دقیقه دیگه همونطور مخلوط کرده برین تا وقتی کمزر و نرم شون و اگر خواستین نوش پیاز هم اضافه میتونین و اگر مرچ تازه میخواستین مرچ تازه هم اضافه کرده میتونین. بعد از او 1 قاشق چای نمک اضافه کنین و آش که جوش داده بودین اضافه کنین و برابر 2 قاشق نان سویا ساس و 2 قاشق هم روغن کنجد اضافه کنین و آش بر 2 دقیقه دیگه بالای حرارت هم شور داده برین که هم با مواد مخلوط شوه و هم آبش خشک شوه و تشکر از اینکه ویدیو را دیدین.